اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله و على آله و اصحابه، ثم اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله که ما و شما از کتاب آموزش زبان عربی 2 درس گرفتیم و حالا باشد درس 3 را به سمع شما خواهیم رسانید. صاحب کتاب میگوید که الدرس الثالث، یعنی که درس 3. در درس 3 صاحب کتاب اولا کلمه های برای حفظ کردن را تقدیم ما و شما میگرداند که این کلمه ها باید حفظ کرده شود، باید اینها از یاد کرده شود. پس این کلمه ها شروع می شود از هذا. این هذا به تاجیکی ترجمهش یعنی که این، هذا ترجمهش این. این را در زبان عربی اسم اشاره می گویند برای مذکر. این یعنی چیزی مردانه، یا هذا این مرد. هذه همچنین اسم اشاره است، با تاجیکی همچنین می شود این، اما این زنانه است یعنی مؤنث است. اسم اشاره برای مؤنث است. یا همچنین برای جمع غیر عاقل می آید که در جاش به تفصیل داده می شود. پس هذه اسم اشاره است برای مفرد مؤنث یا برای جمع غیر عاقل. هؤلائی، هؤلائی ترجمهش اینها. پس هؤلائی هم مردانه است و هم زنانه، یعنی که این مشترک است بین مرد و زن. هؤلائی یعنی که اینها، مردها و زنها. هؤلائی همچنین اسم اشاره است برای جمع مذکر و مؤنث است. اکنون این 3 کلمه که حالا ما و شما گفتیم، هذا، هذه، هؤلائی، اینها نامهایشان می شود اسم اشاره. اکنون بعد از این کلمه های دیگر می آورد، می گوید که رجلون. رجلون یعنی که مرد. رجل مرد. پس جمع مرد یعنی مردها می شود رجالون. رجالون یعنی که مردها. پس رجلون این مفرد مذکر است یعنی یک مرد. رجالون این جمع هست یعنی مردها. پس امرأتون، امرأتون یعنی که زن. امرأه یعنی که زن. و جمع زن می شود نساؤن. نساؤن یعنی زنها. نساء زنها. پس امرأه مفرد است و نساء جمع هست. طویلون، طویلون دراز، قد بلند. این طویل مذکر هست. طویل مفرد مذکر و تاجیکی ترجمهش دراز یا قد بلند. طوالون درازها، قد بلندها. پس طوال جمع طویل است، اینم همچنین مذکر هست. بعد از این میگوید قصیرون. قصیرون یعنی کوتاه، قد پست. قد پست را عربا قصیر میگویند، یا کوتاه یا قد پست. این مفرد است، همچنین مذکر است. قصارون کوتاه ها، قد پست ها. این جمعی قصیر است، یعنی این قصار می شود جمع. پس این کلمه ها برای حفظ است. اینها باید حفظ کرده شود و از یاد کرده شود. بعد از یاد کردن این پس میگذارید به حوار، یعنی حوار را پس میخواند و که این حوار این درس است. در اینجا میگوید، در حوار میگوید هذا الرجل طویل، یعنی که این مرد قد بلند است. هذا الرجل طویل، این مرد قد بلند است. هذا مبتدا است در تحلیل کلمه. الرجل بدل از هذا است،
پس طویلون خبر می شود. بعد از اسم اشاره اسم بیاید که الف لام داشته باشد، اون را بدل میگویند در زبان عربی. پس هذا الرجل مبتدا است، طویل خبر است. هذا الرجل طویل یعنی که این مرد قد بلند است. بعد از این میگوید هؤلاء الرجال طوال، اینها مردهای قد بلند هستند. پس در تا آخر درس در هر کجایی که اسم اشاره باشد، بعدش اسم الف لام دار باشد، معرف به الف لام باشد، اون را بدل میگویم. هؤلاء مبتدا، الرجال بدل از هؤلاء، طوال خبر. دیگر تا آخر هر جایی که همین طور آمد بدانید که مبتدا و بدل است و بعدش خبر می آید. هؤلاء الرجال طوال یعنی این مردها قد بلند هستند. هذه المرأة قصیرة یعنی این زن قد پست است. ببینید قصیرتون آخرش ت دارد، پس دلالت میکند به زن. اگر مرد باشد قصیرون، چطوری که در کلمات خوندیم قصیرون مردانه هست. وقتی زنانش کردیم در آخرش این ت را همراه میکنیم، میشود قصیرتون. هذه المرأة قصیرة این زن قد پست است. هؤلاء النساء قصیرات یعنی اینها زنها قد پست ها هستند. اینها زنها قد پست ها هستند. چطور درس گذشته گفتیم مبتدا و خبر در ترجمهش در آخرش هست یا که است را همراه میکنیم. پس ببینید که قصیرات در آخرش الف تا را همراه کردیم، شد جمعی مؤنثی سالم. چطوری که درس گذشته همچنین این را بیان کردیم. هذا الرجل کبیر یعنی این مرد کلان است، این مرد بزرگ است. هؤلاء الرجال کبار اینها مردها کلانها هستند، اینها مردها بزرگها هستند. هذه المرأة قصیرة این زن قد پست است، کوتاه است. این زن کوتاه است. چطوری که قصیرتون دلالت به مؤنث میکند. برای چی؟ به خاطر اینکه در آخرش تای تأنیث در آمده است. بعد از این میگوید هؤلاء النساء قصیرات یعنی که اینها زنهای قد صغیرات میده ها هستند. صغیرتون میده، صغیراتون میده ها. اینها زنهای میده ها هستند، خرد ها هستند. این را ببینید همچنین صغیراتون جمعی مؤنثی سالم است، برای در آخرش الف و تا در آمده است و جمع شده است. بعد از این میگوید که هو طویل یعنی که وی قد بلند است، وی دراز است یعنی قد بلند است. وی مرد، هو درس گذشته گفتم اینها ضمیر هستند، ضمیر غائب مذکر هست یعنی وی مرد. طویل قد بلند است، دراز است. هم طوال ویها قد بلند ها هستند، ویها دراز ها هستند، مردها همچنین. انت قصیر تو قد پست هستی، تو قد کوتاه هستی. همچنین انت برای مذکر است، مفرد مذکر، مفرد مذکر مخاطب انت یعنی تو مرد قصیر کوتاه هستی. انتم قصار شما مردها قد پست ها هستید. انتم شما ضمیر جمعی مخاطب، شما مردها قد پست ها هستید. بعد از این میگوید انا طویل من دراز هستم. انا طویل من دراز هستم. این را کی گفته ایستاده است؟ مرد. از کجا دانستیم؟ از طویل، زیرا که انا هم برای مرد است و هم برای زن. اما از طویلون فهمیدیم که مرد گفته است. اگر زن میگفت که انا طویلتون، در آخرش یا تأنیث همراه میکرد. اما اینجا در مرد گفته است، برام خاطر میگه انا طویلون یعنی که من قد دراز هستم، من قد بلند هستم. نحن طوال ما قد بلند ها هستیم.
ما قد بلند ها هستیم. همچنین این رو هم مرد گفته است. از کجا فهمیدیم؟ از طیوالون. طیوالون یعنی قد بلند های مردانه. اگر زنانه میشد به مثل صغیراتون در آخرش یک الف و ت همراه میشد طویلاتون. اما این را مرد گفته است. از این حساب میگه نحن طوالون، ما مردها قد بلند ها هستیم. پس این هست حواری درسی سیوم. این حوار بعد از حفظ کردن کلمه های نوی این درس، این حوار را بسیار تکرار میکنید تا اینکه در ذهنتان بشیند و در ذهنتان بماند برای جمله سازی. پس این بود درسی سوم ما و شما از کتاب آموزش زبان عربی. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.